شستم با اینکه خستم اما شستم. گوره بابای خواب صبونم نمیخورم. شستم فقط شستم. بزن. محسن جان ببین امروز ساعت 7 بعد از ظهر بچه‌ها جمع شدن، جلسه خیلی مهمه. یعنی اگه نیای ممکنه تو رو از لیست حذف کنن. ما سرمایه‌گذاری که قرار این کار انجام بدیم تو دیگه توش نباشی. من اینو دارم بهت میگم که رو حساب رفاقت دیرینمون که با هم دیگه داشتیم به من گوش کن. الان آب دسته بذار زمین سر خودتو برسون، چون الان ترافیک هم میشه، نزدیک 7 بعد از ظهر وقت نداری. من قند تو دهنم دارم صحبت میکنم. سریع بیا لعنتی. چای من که آب شد، آبیزی پوش شد. خدا لعنتت نکنه. پاشو بیا. پاشو بودو. خداحافظ قربان. چیه بابا؟ ماشین بابو خریدی؟ چی عزیزم؟ دکتری مدت دیگه شستم درد میکنه. دهنتو باز کنی؟ میگم شستم درد میکنه. شست همه الان درد میکنه. دکتر شما هم؟ بله من چی میتونم دکتر این چیه؟ این چه سندرومیه؟ این یه سندروم فراگیر مردمیه که دیگه کل مردم داره به گاراژ میده. یعنی من به گاراژ میرم؟ ما به گاراژ رفتیم. به گاراژ رفتم؟ بله. دارو شیشم داره؟ دارو فلان شیافو بگیر روزی. نه تو رو خدا دکتر شما من شیاف متنفرم. بذار خوشت میاد. یعنی چی بذار خوشت میاد؟ نمیشه عوض کنید. من شیاف اصلا نمیتونم تو ریکوست اینستاگرام انقدر از من سوال میشه یاد بندی نمیدونی چی شده که چند روزیه تعداد زیادی هر روز به تلگرام ما جوین میشن. مکانیکا، لوله کشا، چیش و برا، همه مشاغل، حتی دکترا، حتی استاد دانشگاه ها. دوستان گفت مادر بزرگ من 98 سالشه، رفتم دیدم بالا سرش داره میزنه به گوشیش، گفتم لابد پارکینسون گرفته یا آلزایمر گرفته. نگو که همه دنبال یه همسترن. اینجاست ببینید همه رو این میزنن این شماره بالا دقت کنید، این شماره هم میره بالا، هر چیز تعدادش بره بالا میگن بعد پول میاد. باورتون میشه؟ که باورم نمیشه. عزیزی کنار من ایستاده خیلی زده. جای سوال براتون که چی زده؟ من دستتون بیاد. این دست اینقدر زده که انگشتش اینو زده، یعنی 20 صاحب همستر با کم باشه. اصلا میبینید ما الان 5 نفری میگیریمش. بیا محمود بیا میگردش. نه این نمیشه کنترلش کردم. وحشی شده. این همستر آسیب میزنه بهتون. هیچ وقت تو زندگیم غذایی نشده بودم. اومدم رو بوسی کنم، نمیدونستم مرامشون چند تا بوسه. جا خالی داد یه بوسم رو هوا رو بوسیدم. همه نگاه می‌کردن انقدر کلف شدم. آخه این چه وضعیه؟ هر جای ایران میری یه مدل بوسه، بعد جا 2 تا بوسه، بعد جا 3 تا بوسه، بعد جا اصلا نمیبوسن، فقط شونه میزنن. حالا فکر کن ندونی ببوسی شاکی میشه، بعد بوسو پس بدی. بعضی جام تا گردنو میبوسن. حالا فکر کن سیر خورده، دندونش هم خراب، دهنش هم بو میده، خیسم میبوسه. ای اینا رو ول کن. بعضیا مثل جارو برقی میبوسن. هورتت میکشن. این دامادای بیچاره‌ام که شب عروسی تا 20 نفر اولو با انرژی میبوسن، این آخریا دیگه جون ندارن، مثل ماهی توی تنگ فقط لب میزنن. آخر شب دیگه کیو میخواد ببوسه؟ بعضیام که از راه دور میبوسن، بوس میکنه فوت میکنه دقیق میزنه به خال. بعضیام که دزدکی میبوسن. دزدی بوسه عجب دزدی پرمنفعتی است که اگر باز ستانم 2 چندان گردد. حواستون به بعضی از این پیرمردای فامیل باشه که تو مناسبت‌های مختلف به بهونه سن و سالشون همه خانمای فامیلی میبوسن، به هم میگن جای دخترم میبودی بابا جان. بالاخره برام بابا عمل کردن خوب شد. تلویزیون اعلام کرد سالانه بیش از 80,000 عمل دماغ در ایران داریم، دختر و پسر. دوریز گوشت این دماغا رو بریزن جلو شیرای گرسنه آفریقا سیر میشن. حالا فکر کن نسل بعدی شیر آفریقا یه مش شیر مماقو. اون دیگه شیر نیست، شیلنگه. یه بیماری شده. طرف به یکی دوبار عمل دماغم راضی نیست. دماغش شده انزه نخود، بازم میگه بزرگه. اینجوری پیش بره در آینده کل دماغ ابیخ میکنن، جاشم گود میکنن. میشه این جمجمه‌های زیر خاکی. بعد میگن
متناسب با هر نوع مهمونی میتونی یه مدل دماغ بذاری. عین موج مصنوعی. دیدی دختره موج مصنوعی گذاشته بود از کف دست، میدون تجریش دیدیمش، تون تون پلک زد، پرواز کرد، ملتم دنبالش بگیرینش پرید. فکر کردن پهباد با ضد هوایی زدنش، موجهاش پرپر شد، افتاد رو کابلای فشار قوی برق، اما برق نگرفتش. از بس که بوتاکس کرده بود، پرودس کرده بود دادنشو، کل بدنش عایق شده بود. سهراب قایقت جا دارن، عمو بیا با اینا رو، عمو بیا با اینا. بیاین مردونش اینجاست. دارین ترکیبی شیمیایی زدن نامردا. علم ثابت کرده بوی گن حافظه رو ضعیف میکنه. طرف از توالت عمومی بین راهی اومده بیرون، حافظش پاک شده. خانواده‌اش اینور تو ماشین نشسته بودن، اشتباهی رفته اونور پشت یه وانت نشسته، بردنش یه روستا، چند ماه کارگری کرده. حافظه برگشته، تازه یادش اومده خودش جراح مغز اعصابی. اصلا چند تا مقاله در خصوص حافظه فراموشی خودش نوشته. این یه مورد نمیدونست که تو ایران توالت عمومی چه میکنن با مغز آدم. دیدی صفا میسن توالت عمومی جوری به در نگاه میکنه انگار مالکیت داره رو در. یه ذره شلوغ میشه احساس خطر میکنه، نمه میره جلو. یهو شلوغ میشه، عینهو مارمولک میچسبه به در، با کارتک نمیشه سواش کرد. طرف داره میاد بیرون مثل بولدوزر با طرف میره تو، اصلا نمیبینه، فقط میکنه میشینه شروع میکنه. وسط کار یهو میبینه نفر پشت سرش وایساده، نگاه میکنه، میگه آقا شما اینجا چیکار میکنید؟ میگه آقا شما چسبوندی سینه دیوار، ترسیدیم گفتیم بذار کارشو انجام بده. مثل که یوبسم هستی، حین کارم خیلی با خودت صحبت میکردی، یه مغز و اعصاب برو داشت. امتحانات تمام شد. مارکو از امتحانات چه برای ما آورده ای؟ یک ورقه قهوه‌ای. قهوه‌ای چرا؟ آنچنان که افتاد و دانی، کار هر ترممه. موندم چرا موقع امتحانات اینقدر دانشجوها دین و ایمونشون قوی میشه، همه انسانای پاک و معصوم دست به خیر میشن، چون منتظر معجزه است. اما خدا بگم چیکارشون کنه اون دانشجوهایی که سر جلسه امتحان ورق سفید اضافی میگیرن. خب لامصب پشت روی ورقه رو سیاه و کبود کردی، چی دیگه میخوای بنویسی؟ خون به دل همه کردی. نصف اونایی که میافتن مشهود میشن مسببش تویی، خرخون. مراقبم که این ابوالهول بالا سرت وایساده، خودتو بخارونی میگه تقلب کردی، بابا میخوره، عجب گرفتاری شدیم ما. مراقبایی هم هستن که مرامی میرسونن به بعضی از دخترها. 24 ساعت تو اینستاگرام پلک نمیزنه، خوابش نمیبره، همین که لای کتابو وا میکنه پلکاش سنگین میشه، انگار 2 خشاب دیاسپام خورده، میره تو کما. تو ماشین رادیو گوش میدادم، میگفت ایران مقام دوم فارغ التحصیلی مهندسی جهانو داره. عجب، یعنی روزت مبارک دانشجو، خوب درساتو بخون که بیرون فرصتای شغلی عالی منتظرتن. له له میزنن میگن تو رو خدا تو تمومش کن بیا. دانشجویی که ترم اول کت تک موها اتو کشیده، غذا سلف دانشگاه رو نمیخوره، همش هم تو کتابخونه است. همین آدم ترم آخر جلو در نمازخونه دانشگاه دمپایی و انگشتیاشو در میاره، بنمان بالش میذاره زیر سرش، با بیجامه مثل مار چنبره میزنه میخوابه. اونور پردم دخترها دارن به خروبوبش میخندن، شبم تو خوابگاه خوابش نمیبره، دور هم میشینن، میگه تو تک دل منو بریدی کریم، به خدا مسلمون نیستی کریم. سر و تهش هم میذاری توی سفره‌خونه، از 1,16 نفر میکشن، به نفر آخرم نمیرسه، آب قلیون رو سر میکشه، مدام هم پول دستی از هم قرض میگیرن و پس میدن. یه زمانی یادمه تو همین دانشگاه ها با جزوه گرفتن شروع میشد و با ازدواج واقعا ختم میشد. الان چه جوریاست نمیدونم. راستی تو این پیج کیا دانشجو؟ شما دانشجویی؟ خیلی عجیبه، سازمان ملل فهرست 100 کشور برتر شاد جهان رو اعلام کرده و خدا رو شکر ما مقام دوم غمگین ترین کشور دنیا رو به خودمون اختصاص دادیم. یه همت ریزی دیگه بکنیم اول میشیم، فقط کافیه تو خوابم قصه بخوریم، توی عروسیامون هم گریه کنیم، شک نکنید اول میشیم. دنیا متحیر شده، میگن اینا چیکار میکنن با خودشون؟ وقتی آهنگ همه خواننده ها ناله است، وقتی موضوع فیلم و سریال و سینما همش بدبختیه، چرا قصه نخوریم؟ عشق میکنیم، این همه بساطش فراهمه. تازه خیلی چیزا دیگه هم هست که نمیگم، خودتون میدونید. 19 اردیبهشت هم هیچ کاری براتون نمیتونم بکنم. داری میای کنسرت خنده، قرص زیرزبونی هر چی لازم با خودت بیار. وسط کنسرت خنده قش کردی ولو شدی کف سالن، به خودت مربوطه. به هم دیگه هم گیر ندی. زن بلند نمیخنده، مرد اینجوری دست نمیزنه. تو خندیدنم آقایون عقبن. فرکانس صدای خنده آقایون 1200 هرتز، برای خانم‌ها 2000 هرتز. یعنی چقدر این مردم بدبخت بیچاره. بعضی این بالا خودمو پرت کنم، این بایی این معماست که من هر چی بهش فکر میکنم مغزم پاشیده نمیتونم حلش کنم. من شما بتونید حلش کنید. اینجا میگم روی صفحه این مثلث داریم. خب یه قطعه رو ما جدا میکنیم، قطعه بزرگ مثلث، اینم جدا میکنیم قطعه کوچیک مثلث، این میاد بالا، این میره مثلث بزرگ پایین رو پر میکنه، اینم نوک هرم رو میاد پر میکنه. خب مشقام این مربع گم شده کجاست؟ من مغزم از حالت گردی به شکل
مربع در اومده. این نمونه از یک اختلاسه. اگه میدونید تو رو خدا تو کامنت ها بهم پاسخ بدید. من آرامش ندارم، من آرامش بگیرم، من شبا خوابم نمیبره. جان من اگه میتونید کامنت بذارید، اگر نه الکی کامنت نذارید. متشکرم.